با همگی سلام علیکم. در این ویدیو من میخوام با یک چند فعل های مهمی ترکی جمله ساز نمایم. فعل ها کدام هایند؟ Gitmek رفتن، gelmek آمدن، kalmak موندن، yapmak اجرا کردن و یا کردن. با فعل gitmek یعنی رفتن، من با بازار رفتن میخواهم. Ben pazara gitmek istiyorum. در اینجا بازار پزار می شود. مثال دیگر با فعل gelmek. او از مکتب آمد. O okuldan geldi. در اینجا مکتب okul می شود. مثال دیگر با فعل kalmak. با من بمان. benimle kal. آیا من در اینجا ماندن نمی خواهم. Ben burada kalmak istemiyorum. مثال دیگر با فعل yapmak اجرا کردن و یا کردن. تو این رو کردی. Sen bunu yaptın. او این رو کرد. O bunu yaptı. من این رو کرده شدم. Ben bunu yapıyorum. دوستان در آخر ویدیو من میخوام به شما یک سوال گذارم. اگر که جوابش رو یافته توانید در کامنتر نویسید. تو از کجا آمدی؟ ترجمهش رو در کامنتر انتظار.